خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه هیچند آنچه هستی تویی. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام عرض میکنم خدمت شما متعلمین عزیز و گرانقدر صنف 11. بنده محمد علی نجفی، استاد درس دری، در خدمت شما عزیزان در پایان کتاب شما در مبحث 28 هستیم. دوستان امروز آخرین جلسه از سلسله جلسات درس صنف می باشد. در درس آخر تحت عنوان سیاستنامه با این عناوین در خدمت شما خواهیم بود: یک بیوگرافی خواجه نظام الملک طوسی، وزیر دانش دوست و با تدبیر سلجوقیان، و در بخش دوم در مورد معرفی کتاب ارزشمند ایشان سیاستنامه یا سیرالملک، و در انتها در مورد نمونه های مکتوبات عاطفی میخواهیم صحبت نماییم. عزیزان قند همراه ما باشید. بخش اول درس امروز سیاستنامه را آغاز میکنیم با بیوگرافی و زندگی نامه وزیر با تدبیر عصر سلجوقیان، یعنی خواجه نظام الملک طوسی. در بیوگرافی ایشان آمده است که قوام الدین ابوالعلی حسن ابن علی ابن اسحاق ملقب به نظام الملک که ایشان در منطقه بیهق که از ولایات کشور امروزی ایران می باشد و با نام ولایت سبزوار می شناسند به دنیا آمده است. جالب است که پدر ایشان از دهقانان به نام ولایت بیهق بوده است. البته کلمه دهقان به معنای امروزی او نمی باشد. دوستان عزیز، دوستان گرانقدر، پدر خواجه نظام الملک طوسی یکی از دهقانان به نام ولایت بیهق بوده است، اما این به منزله این نیست که ایشان به عنوان یک کارگر در زمینهای زراعی مشغول به فعالیت بودند. نه، به این معنا نیست، بلکه دهقان در او زمان به معنای کسی است که صاحب زمینهای بزرگ زراعی می باشد، مانند خان که در امروزه با افرادی گفته می شود که دارای زمین‌های زراعی وسیع هستند، دارای دهقانان فراوانی هستند که بر روی زمین‌های این افراد مشغول به کار هستند. این را میگوید دهقان. دهقانان بسیار آدمای با نفوذی بودند، به طوری که برخی از شاهان توسط ایشان تعیین میشده است. خواجه نظام الملک طوسی وزیر آلپ ارسلان سلجوقی و فرزندش سلطان جلال الدین ملکشاه می باشد که مابین سنه های 455 هجری قمری تا سنه 485 هجری قمری در این سمت گمارده شده است. یعنی خواجه نظام الملک طوسی قریب به 3 سال در دربار سلجوقیان در سمت وزارت مشغول به فعالیت بوده است، هم در دربار آلپ ارسلان سلجوقی و هم در دوران فرزند ایشان جلال الدین ملکشاه سلجوقی در این سمت گمارده شده بودند، به طوری که جلال الدین ملکشاه سلجوقی رسیدن به حکومت را مدیون و وامدار خواجه نظام الملک طوسی می باشد. از جمله آثار گرانقدر و گرانمایه خواجه نظام الملک طوسی کتاب سیاستنامه یا سیرالملوک می باشد که برای ملکشاه سلجوقی نگاشته و به دستور ایشان نگاشته و نوشته شده است که به طور مقصود دوستان در اسلاید بعد در مورد کتاب می خواهیم بحث نماییم. تدوین کتاب مذکور توسط محمد مغربی است که مابین سالهای 492 تا سنه 505 هجری قمری کتاب جمع‌آوری، گردآوری و تدوین می گردد.
قتل خواجه نظام الملک طوسی توسط ابوطاهر ارانی با کارد در مورخه 10 رمضان سال 485 هجری قمری می باشد. در اواخر صدارت خواجه متاسفانه مابین ایشان با ملکشاه سلجوقی یک سری اختلافاتی پیش می آید که همین اختلافات باعث می شود که ملکشاه سلجوقی از ایشان کمتر حمایت کند. برخی می گویند علت این منازعه نیز او رابطه ای بوده است که برهم زننده این رابطه توسط ترکان خاتون که همسر ملکشاه سلجوقی است می باشد که باعث شده است رابطه مابین ملکشاه با وزیرش برهم بخورد. همین امر باعث می شود که وقتی خواجه نظام الملک حرکت می کند به سمت نهاوند می رود، در راه توسط یک فرد که لباس صوفیانه بر تن دارد با نام ابوطاهر ارانی با کارد به ایشان حمله می کنند و ایشان را به قتل می رسانند و این در تاریخ ثبت می شود. البته برخی دیگر گفتند که باعث و بانی این قتل فرقه اسماعیلیه که توسط حسن صبا بوده است انجام شده است و یک البته نظر است، نمیتوان به او خیلی به عنوان یک مدرک موثق نگاه نمود. صرف داشتن لباس صوفیانه دلیل بر این نمی شود که ما متعلق به یک فرقه خاص هستیم و کشتن یک فرد با نام این فرقه در تاریخ ثبت شود. چندی نمی‌گذرد که 35 روز بعد از این قضیه خود ملکشاه سلجوقی نیز مسموم و کشته می شود. مسموم کردن ملکشاه سلجوقی توسط غلامان نظامیه به انتقام خون خواجه نظام الملک طوسی می باشد. دوستان اگه به تاریخ نگاه کنیم، یک موردی که در تاریخ ثبت و نگاشته شده است تأسیس مدارسی به نام مدارس نظامیه است. مدارس نظامیه توسط خواجه نظام الملک طوسی بنا گشته است. ایشان در واقع مدارس بسیار بسیار فراوانی رو تحت عنوان نظامیه در ولایت‌های مختلفی چون نیشابور، بغداد، اصفهان، مرو، هرات و شهرها و ولایت‌های مختلفی را در واقع این مدارس را در او می‌گنجاند، تأسیس می‌کند که همه مردم فرصت داشته باشند فراگیری علم، فراگیری دانش را و نتیجه ایست فراگیری دانش و علم می شود آگاهی و در واقع پیشرفت یک مملکت در حوزه‌های مختلف. این خواسته خواجه نظام الملک طوسی می باشد که یکی از اساتید به نام در واقع نظامیه بغداد شخصی است به نام امام محمد غزالی که در تاریخ ایشان یکی از شهیرترین و مشهورترین ادبای این زمانه در واقع قرن 5 هجری قمری می باشد که در مدرسه نظامیه بغداد مشغول به تدریس است. اگر در صنف دهم برگردید، یکی از کسانی که برای فراگیری علم به این مدرسه نظامی بغداد می رود شخصی است به نام شیخ اجل، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی که در نظامی بغداد بسیار از افراد می رفتند و علوم مختلف از جمله طب، نجوم، علم فقه، علم حدیث، علم قرآن، پزشکی، ریاضیات را می آموختند. به این دانش آموزان متعلمین این مدارس حجره‌ای داده می شد، نان چاش آنها داده می شد و حقوقی به عنوان ماهیانه به افراد پرداخت می شد تا بتواند زندگی خود را اداره نماید و در راه کسب علم قدم بردارد. این تمامی کارها توسط خواجه نظام الملک طوسی انجام می شود که مسموم کردن ملکشاه سلجوقی 35 روز بعد از وفات خواجه توسط یکی از افراد به نام در واقع مریدان خواجه نظام الملک طوسی که از نظامیه بوده است صورت می گیرد و در تاریخ این گونه ثبت شده است. معرفی کتاب سیاستنامه یا سیرالملوک یک نشان دادن راه و رسم سلطنت به ملکشاه سلجوقی است. کتاب سیاستنامه توسط خواجه نوشته می شود، اما دستور نگارش و نوشتن این کتاب توسط ملکشاه سلجوقی است که به خواجه دستور میدهد کتابی در مورد آیین سیاستمداری، آیین کشورداری، آیین حکومتداری برایشان بنویسد.
اگه به تاریخ نگارش کتاب‌ها دوستان نگاه بیاندازید متوجه میشید که یک کتاب دیگه هم با این زمینه در دوره‌های دیگر نگاشته شده است و این کتاب قابوسنامه است. کتاب قابوسنامه نوشته قابوس ابن وشگیر زیاری است که به فرزندشان گیلانشاه می‌نویسد. 33 باب دارد این کتاب و در حوزه آداب سیاستمداری، حکومتمداری و کار کردن با مردم نگاشته و نوشته شده است. به تبعیت از همین کتاب میتوان کتاب سیاستنامه را نیز نام برد که در مورد معرفی سیاستمداری، شیوه های حکومتمداری برای ملکشاه سلجوقی و به دستور ایشان نگاشته شده است. این کتاب یک کتابی است که در واقع وجهه تاریخی نیز دارد، یعنی اوضاع زمانه خود را به لحاظ اجتماعی اقتصادی رصد می‌کند. اوضاع اجتماعی زمان تا اواخر قرن 5 هجری قمری، علل خصوص نیمه دوم قرن 5 هجری قمری است که اوضاع اجتماعی جامعه را رصد می‌کند و برای ما بیان می‌سازد. داستان‌های درباره نحوه و شرایط به کار گماشتن در دستگاه حکومتی است که در این کتاب حکایت‌های داستان‌های آمده است که یک پادشاه اگر می‌خواهد برای مناصب، اگر می‌خواهد برای یک موقعیت درباری کسی را استخدام نماید، از کسی بهره بگیرد، چه آیینی دارد، چه رسم و رسومی دارد و به چه شکلی و چه کسی را باید برای این موقعیت انتخاب نمود. شیوه، سبک و روش انتخاب افراد در این حکایت‌ها بیان شده است. خواجه علم را شرط لازم و عدالت را شرط کافی حکومت مداری می‌داند. از جمله افرادی که در حوزه سیاست نقل شده است از او بیانی کسی است به نام افلاطون که یکی از فلاسفه‌های بزرگ مغرب زمین و کشور یونان است. افلاطون اعتقاد دارد که حکومتداری از آن کسی است که دارای علم و دانش باشد. یعنی شرط کافی از نظر افلاطون برای حکومتداری دانش و آگاهی است. یا به طور خیلی واضح‌تر می شود گفت که افلاطون اعتقاد دارد که حاکم باید حکیم باشد و حکیم می تواند بر مردم حکومت کند، ولی برخلاف ایشان خواجه معتقد است که علم و دانش برای حاکم لازم است، ضروری است، ولی او شرطی که باید هر حاکمی برای حکومتداری داشته باشد او شرط چیست؟ او شرط عدالت است. یعنی حاکم باید یک فرد عادل باشد، یک فردی باشد که عدالت را در جامعه برقرار سازد و در کنار داشتن این عدالت باید دانش و آگاهی لازم را نیز از او برخوردار باشد. وظیفه سلطان به نظم درآوردن حکومتی است که مردم احساس امنیت کرده و در پی مشاغل خود بروند. این یکی از گزاره‌هایی است و یک از جملات مهمی است که در کتاب سیاستنامه آمده است. وظیفه اصلی یک حاکمی که باید هم عادل باشد و هم دانش داشته باشد است که یک شرایطی را در یک جامعه فراهم کند که بر اساس این شرایط همه افراد جامعه بتوانند در سایه آرامش، در سایه امنیت زندگی کرده و مشاغل خود را پیگیری نمایند. این یک خاصه است که توسط خواجه بیان شده است. و در انتها هدف حکومت دنیوی پر کردن زمین از عدل و داد است. از آنجایی که حاکم خود یک حکیم است، از آنجایی که حاکم حکیم خود یک فرد عادل هست، این فرد باید مهمترین وظیفش در جامعه چی باشد؟ این باشد که جامعه را از عدل و داد پر کند. زمانی که در یک جامعه پر از عدل و داد شد، او جامعه توانایی این را دارد که رشد کند. وظیفه اصلی یک حکومت و هم حکومت دنیوی چیست؟ برقراری عدالت در جامعه می باشد. بخش دوم دوستان نمونه هایی از مکتوب های عاطفی است. در جلسه قبل در مورد نامه های عاطفی برایتان صحبت نمودیم.
گفتیم که نامه‌های عاطفی یک نامه‌های کوتاه، سریع، مختصر و مفید هستند که از طرف یک ارگان، از طرف یک نهاد برای یک شخص مشخص فرستاده میشد. حال می‌خواهیم در مورد مکتوب‌های عاطفی نمونه‌هایی در این قسمت برایتان ذکر نماییم. یک تبریکنامه. نامه‌های تبریکنامه چیست؟ نامه‌ای است که شادمانی نویسنده را در مورد رویدادی شادی بخش که برای گیرنده نامه پیش آمده است را بیان می‌کند. پس اگر شما در قالب یک نوشته، در قالب یک نامه شادی و احساس مسرت خود را نسبت به یک فرد ابراز نمایید، این نامه شما می شود تبریکنامه. خب قالبش چیست؟ این گونه است. نگاه کنید دوستان. دوست عزیز و رفیق شفیقم بهزاد، موفقیت شما را در پایان رساندن تحصیلات عالیه و نیل به درجه دکترا تبریک عرض میکنم. امیدوارم در مراحل دیگر زندگی نیز همواره موفق و شادکام باشید و توفیق خدمت به مردم را به نحو احسن پیدا کنید. دوست دیرینت مسعود. نگاه کنید دوستان، این یک نمونه از تبریکنامه می باشد که در عنوان آمده است دوست عزیز و رفیق شفیقم بهزاد، بعد متن نامه است و در انتها آمده است در واقع اسم خود شخص ذکر شده است، یعنی همون عناوین پایانی نامه شماست که با عنوان دوست دیرینت مسعود ذکر شده است. مورد بعدی تسلیت نامه است. نامه کوتاهی است که به هنگام مرگ کسی به بازماندگان او می‌نویسند. پس نامه تسلیت نامه او نامه‌ای گفته می شود که در پی درگذشت یک نفر برای بازماندگان، برای اقوام، برای خویشاوندان، برای او خانواده‌ای که این فرد را از دست داده است، این نامه برایش نوشته میشه. خب این نامه چه ویژگی‌هایی دارد؟ کوتاه، ساده و اجتناب از تعارفات بجا و دراز نویسی جز ویژگی‌های است. نامه باید کوتاه باشد، ساده نویسی باید داشته باشد، از تعارفات الکی و بجا استفاده ننماید و دراز نویسی در او وجود نداشته باشد. مانند نمونه همکار گرامی جناب آقای محمودی، با قلبی اندوهبار وفات پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض میکنم و از خداوند بزرگ خواهانم که به آن دوست عزیز صبر عطا فرماید تا بتواند این مصیبت جانگداز را تحمل نماید. آن که در غم شما شریک است کریم کیهان. یا کنید دوستان، این یک قالب تسلیت نامه است که به صورت کاملا ساده، مختصر و مفید و به دور از هر گونه تعارفات بجا و دراز نویسی بیان شده است. و نوع آخر دوستان سپاسنامه است. نامه ای که به موجب اجرای کار شایسته از طرف گیرنده نامه به او داده یا فرستاده می شود. هر زمانی که یک نفری یک کار مفیدی، یک کار شایسته، یک کار بجایی را انجام می‌دهد، شما به پاس و قدردانی از کار شایسته او در واقع یک سپاسنامه برایش میفرستید. حال این سپاسنامه باید چگونه باشد؟ مانند شکل مزبور باشد. شاگرد عزیز و نازنینم غزل، اشتراک شما در مسابقات بین المللی ادبیات شاگردان مکاتب منعقده شهر پاریس کشور فرانسه و به دست آوردن مدال طلا را برای شما و همه اعضای خانواده‌تان تبریک گفته و زحمات شما را قابل تقدیر فراوان می‌دانم. از این که افتخار بزرگی برای افغانستان ویژه مکتب ما به ارمغان آورده اید،
از شما صمیمانه اظهار سپاسگزاری میکنم و از خداوند متعال میخواهم توفیق بیشتری در راه خدمت به وطن و مردم افغانستان نصیبتان سازد. معلم مضمون دری شما ناجیه. این میشود یک سپاسنامه که توسط یک معلم برای شاگردش فرستاده شده است. خب دوستان، وارد سوالات کانکوری شویم. سوال اول میگوید کدام یک از آثار ذیل تألیف خواجه نظام الملک طوسی می باشد؟ فرم کاپیسای 1397. 1. تاریخ بیهقی. 2. منطق الطیر. 3. المعجم و 4. سیاستنامه. کدام یک از این 4 آثار متعلق به خواجه طوس می باشد؟ کدام یک از دوستان؟ گزینه صحیح گزینه شماره 4 است. سیاستنامه یا سیرالملوک اثری است که توسط خواجه نظام الملک طوسی در قرن 5 نگاشته شده است. اثری که درباره نحوه و شرایط به کار گماشتن در دستگاه حکومتی و توصیه آنها به عدل داستانهایی گنجانده شده است یکی از این موارد است. گزینه ها: 1. سیرالملوک. 2. انوار سهیلی. 3. المعجم و 4. کشف المحجوب. کدام یک از اینها در مورد شرایط و نحوه به کار گماشتن یک فرد در یک سمت دولتی یا حکومتی داستانهایی را نقل میکند بیان شده است؟ کدام یک است؟ احسن. جواب فرم اول بلخ 1397 گزینه 1 سیرالملوک می باشد که توسط خواجه نظام الملک طوسی نگارش یافته است. سوال بعد میگوید خواجه نظام الملک کدام مورد را شرط کافی برای حکمرانی میدانند؟ 1. دانش. 2. عدالت. 3. اخلاق و 4. سیاست. شرط کافی از نظر خواجه برای حکومتداری کدام گزینه است؟ گزینه صحیح گزینه شماره احسن 2 می باشد که عدالت. افلاطون اعتقاد داشت که شرط کافی برای حکومتداری تنها علم و دانش است که حاکم چی باید باشد؟ حکیم باید باشد. ولی از نظر خواجه دانش و آگاهی و علم برای حکومتداری لازم است ولی کافی نیست. شرط کافی چیست؟ شرط کافی برای حکومتداری عدالت است. سوال بعد میگوید خواجه نظام الملک کتاب سیاستنامه را برای کدام پادشاه نوشته بود؟ 1. سلطان محمود غزنوی. 2. غالب ارسلان سلجوقی. 3. سلطان مسعود غزنوی و 4. ملکشاه سلجوقی. کتابی که برای این پادشاه تحت عنوان سیاستنامه نوشته شده است کدام گزینه است؟ گزینه صحیح شماره 4 ملکشاه سلجوقی است که خواجه نظام الملک برای 2 پادشاه سلجوقی حکم وزیر را داشت در طول 3 سال. 1. غالب ارسلان سلجوقی بود و 2. فرزندش ملکشاه سلجوقی است که این کتاب سیاستنامه به دستور ملکشاه و برایشان نوشته شده است. سوال بعد میگوید کدام یک از موارد ذیل جزء مکتوب‌های عاطفی به شمار نمی‌روند دوستان ها؟ 1. استشهادنامه. 2. سپاسنامه. 3. تبریکنامه و 4. تسلیتنامه. کدام یک از این 4 مورد در قالب نامه‌های عاطفی جای نمیگیرند؟ کدام گزینه است؟ گزینه صحیح 1 است. استشهادنامه است که در قالب نامه‌های عاطفی نمی باشد. سوال بعد میگوید نامه‌ای که موجب اجرای کار شایسته از طرف گیرنده نامه به او داده یا فرستاده می شود را چه میگویند؟
اگر یک نفر یک کار شایسته انجام دهد و شما برای او یک نامه ای را به پاس و به کار شایسته او می نگارید و می نویسید، اون نامه را چه میگویند؟ یک تسلیت نامه، 2 تبریک نامه، 3 سپاس نامه و 4 استعلام. کدام یک از این موارد است؟ گزینه درست گزینه شماره 3 می باشد. سپاس نامه تعریف کلمه و واژه های بالا را در بر می گیرد. خب دوستان، بخش سوالات کانکوری مربوط به این بخش تمام شد. چون به جلسه انتهایی این کتاب می رسیم، یک سوالات دیگه نیز برای شما دوستان آورده ایم و او سوالات کانکوری مربوط به لغات و واژگان کتاب شماست. چون یکی از سوالات بسیار پرتکراری که در کانکور آمده است ولی در درس ها نمیتواند به صورت مجزا قرار بگیرد، سوالات مربوط به واژگان است که ما به صورت یک بخش مجزا در انتهای این جلسه میخواهیم سوالات مربوط به واژگان را برای شما ذکر نماییم تا بدانید که واژه ها و معادل معنایی آنها برای شما بسیار بسیار مهم است، به طوری که در کنکور بسیاری از سوالات در واقع دریافت معنای مترادف، معنای متضاد یا معنای یک کلمه می باشد. سوال اول میگوید چوب نیزه بازی که دسته آن راست و باریک است به نام یکی از این گزینه‌های ذیل یاد می شود. فرم دوم کابل 1397 است. 1 ناوگان، 2 لگام، 3 چوگان و 4 فتراک. کدام یک از این گزینه‌ها در واقع او چوب نیزه بازی است که آن را راست و باریک می‌دانند دسته آن را؟ کدام یک از این موارد است دوستان؟ احسن، گزینه درست چوگان است که در واقع یک وسیله برای بازی کردن است که به وسیله ای می شود یک توپ را حرکت داد. گزینه بعد معنای دقیق و درست واژه مجامله را دریابید. فرم غزنی 1397. معنای این کلمه کدام یک از این موارد است؟ 1 چرب زبانی، 2 کوشش، 3 نجات و 4 جنگ و جدال. معنای کلمه مجامله، مجامله به معنای چرب زبانی می باشد دوستان. و سوال بعد معنای دقیق واژه اهمال به کسر الف. الف را دوستان کسره بدهید، اهمال یا اهمال نخوانید، اهمال. معنای دقیق واژه اهمال به کسر الف کدام گزینه است؟ فرم غزنی 1397. 1 بردن بار، 2 تفریح در ماه حمل، 3 تحمل کردن و 4 بارداری. کدام یک از این 4گانه معنای دقیق واژه اهمال است؟ کدام گزینه متعلم؟ احسن، گزینه درست 1 است. بردن بار به معنای اهمال است، از حمل می آید دوستان. سوال بعد کدام یک از گزینه‌های ذیل مترادف تلف کردن و نابود ساختن است؟ اینجا دوستان معنا نیست، اینجا به معنای ترادف است، یعنی هم معنای این کلمه است که معنای تلف و نابود ساختن است. 1 اتلاف، 2 مألوف، 3 ائتلاف و 4 آلاف. کدام یک از این 4 تا به معنای تباه کردن و نابود کردن است؟ فرم تخار 1397 جوابش می شود گزینه 1. اتلاف به معنای تلف کردن و به معنای نابود کردن است. سوال بعد واژه‌ای که به معنای ریشخند زدن آمده است کدام یک است؟ 1 تمسخر، 2 تنازع، 3 تحجر و 4 تفاول. کدام یک از اینها معنایش ریشخند زدن و ریشخند کردن است؟ کدام؟ گزینه درست باز هم شماره 1 است. تمسخر به معنای ریشخند زدن است. سوال بعد معنای متضاد واژه مجمل را دریابید. اینجا دوستان دیگه معنایش را نمیخواهیم، مترادفش را نیز نمیخواهیم. مقصود مؤلف سوال چیست دوستان؟ ایست که واژه مجمل هرچی معنایش میشود
ضد آن، معنای متضاد آن چه می شود؟ 1 مفصل، 2 روان شدن، 3 کوتاه و 4 جمال و زیبایی. معنای متضاد واژه مجمل کدام است دوستان؟ احسن، گزینه صحیح گزینه شماره کوتاه است. مجمل به معنای زیاد، به معنای بسیار، به معنای طولانی. معنای اصل کلمه مجمل طولانی کردن است که متضاد طولانی چی میشه دوستان؟ طولانی متضادش میشود کوتاه. پس گزینه صحیح گزینه شماره 3 می باشد. سوال بعد میگوید مترادف واژه جبن را دریابید. جبن نخوانید دوستان ها، جبن نیست ها، واژه جبن مترادفش را پیدا کنید. فرم اول بامیان است سوال. 1 شتاب، 2 جبر، 3 فشار و 4 هراس. معنای کلمه جبن و مترادف آن میشود گزینه شماره 4 به معنای ترس و هراس است کلمه جبن. خب دوستان عزیز، در پایان مبحث 28 و به پایان این مجموعه کتاب رسیدیم. انشاءالله که بتوانیم در صنف‌های بعدی و در کلاس‌های بعدی در خدمت شما عزیزان باشیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است، به 100 دفتر نشاید گفت، وصف‌ها به مشتاقی. همه شما عزیزان را تا دیداری بعد به خداوند متعال می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.